ادب خدمت همه بینندگان که از هر جای دنیا کانال افغان نیوز را دنبال میکند. خوش آمدید به یک سرویس خبری دیگر از کانال افغان نیوز. سرخط خبرها: سخنگوی وزارت امور مهاجرین در گفتگو با کانال افغان نیوز با کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه درباره سرنوشت مهاجرین افغانستانی در حال گفتگو هستیم. روسیه یک شهر معدنی در اوکراین را تصرف کرد. جان باختن 2 نفر در ولایت فاریاب بر اثر گاز گرفتگی. کشته شدن 5 غیر نظامی و زخمی شدن برخی از افراد در انفجار مای در حلب سوریه. شمار شهدای غزه از 40,000 نفر فراتر رفت. درخواست لبنان از امریکا عقب نشینی کامل اسرائیل را تکمیل کنید. وزیر دفاع آمریکا: خروج پرهرج مرج از افغانستان را بررسی و مسئولان را پاسخگو می‌کنیم. فراخوان برگزاری اعتراضات از سوی هواداران عمران خان. حملات هوایی اسرائیل به 4 ولایت سوریه. تأکید رئیس عمومی شرکت‌های دولتی بر آغاز کار عملی بخش‌های دیگر از کانال پشت تپه.